دو بازیکن خارجی داره تیم البکره که ابوزما و ابوبکر علی هستن. آبستان بازی رو از مقابل دروازه آغاز میکنه. پیروانی، اسپیری، پرتاب به سود تیم البکره. سخید پرتاب میکنه. یه حرکت خوب از بازیکن تیم البکره که اونجا تو رو از دست میدند. رهبری پر دوباره خود رهبری پر بلند میفرسته چه پشت مدافع رفت ضربه سر اول رو میزنه بازیکن پیروزی برمیگردونند. حالا در جمله ببینیم که سرنوشت این توپ چه خواهد شد. بزیک از یک بازیکن عبور میکنه، یار دوم مزاحمش میشه خود ادموند بزیک که توپ رو از دست میده در مصاف ابراهیم سالم. خب بازیکن البکره در مسابقه رفت در مقابل این تیم پیروزی بازی کردن و تا حدودی با شیوه بازیکن تیم پیروزی آشنا شدند. البته این وضعیت به طور متقابل بوده و بازیکن پیروزی هم با حریفشون تا حدودی آشنا هستند، هرچند که علی کریمی در این مسابقه در زمین مسابقه نیست، بازیکنی که در بازی رفت ستاره میدان بود. امامی فر یه پاس دیگه به پشت محوطه جریمه، رفت میفرسته به سمت راست، مهدوی کیا یه پاس بلند و یادستانه و پیچ توپ رو مهار میکنه رو صادر کرد. حلالی تا به توپ جلو میاد، رفت خطا به روی پایان رفت. داور عراقی این مسابقه از بازیکن البته میخواد که آرامتر کار کنند. نگاه کنید این رفت هست قصد که از بین دو مدافع عبور بکنه که تعادلش رو برهم زدند. ضربه آزاد برای تیم پیروزی. حالا نگاه ها به رفت و بزیک هست که از این توپای بلند استفاده بکنن. انصاریان هم اونجاست. حمید اسپیلی پشت توپ، یارگیری نفر به نفر در محوطه جریمه. اسپیلی بلند میفرسته، فرصت برای بازیکن پیروزی و توی گل برای پیروزی. پایان رفت گل اول این مسابقه رو در دقیقه 11 میزنه. پیروزی 1 البته 0. ورزشگاه غرق در شادی میشه. نماینده فوتبال کشورمون 1-0 جلو میفته با گلی که این بازیکن پایان رفت روی پاس زیبای امین اسپیلی زد. با یه ضربه سر دقیق توپ از کنار دستان بکسی وارد دروازه کرد. خب حالا بازیکن البته جلو میاد. دقیقه 11 پیروزی 1 البته 0. کاویانپور این بار با پای چپ یه پاس بسیار مناسب، فرصت برای بازیکن پیروزی و توی دروازه. این هم گل دوم برای پیروزی با ضربه امام‌زر. یه ضربه دیدنی از امام‌زر و گل دوم به فاصله تنها 2 دقیقه رقم میخوره. امیدوارم که بازم این گلزنی‌ها ادامه داشته باشه. یه پاس عالی از حامد کاویانپور با پای چپ و ضربه پای چپ امامی‌فر که اتفاقا هر دو بازیکن راست‌پا هستند. علیرضا امامی‌فر در دقیقه 13 مسابقه گل دوم رو میزنه. یه ضربه دقیق و زمینی به زاویه مخالف و یه گل زیبا. کاویانپور، اسپیلی بازی منظم و روانی رو از بازیکن پیروزی شاهد هستیم. یه بار دیگه از سمت چپ باز هم امامی‌فر حرکت میکنه، یه ارسال زیبا فرصت برای بازیکن پیروزی که توپ از مقابل دروازه عبور کرد. خوب کار کرده تا به این لحظه امامی‌فر و نشون داده که مجددا به روزهای آمادگی خودش برگشته. او در نیمه دوم سال گذشته واقعا خوب کار کرد. به خوبی بازیکن خط دفاعی تیم پیروزی راه توپ رو می‌بندند. بزیک در حمله حرکت میکنه، خود بزیک وارد منطقه جریمه میشه، سر توپ میزنه، فرصت برای بزیک و
وقتی که ضربه بدیک رو میگیره. بلافاصله بازیکن البته بازی رو آغاز میکنن. لحظه چند است و نتیجه 2-0 به سوی پیروزی. یه پاس افقی خطرناک، موقعیت برای بازیکن البته، تکل بازیکن پیروزی و اعلام پنالتی به سود تیم البته. خطای بهروز رهبری‌فر اعلام میشه. یه لحظه مدافعان پیروزی روی یک خط قرار گرفتند و این خطای پنالتی اتفاق افتاد. نگاه کنیم پیروانی یه لحظه جا موند. مبارک صالح پشت محوطه جریمه البته تکل رهبری‌فر خود برخورد کرد. در حال داور پنالتی میگیره و حالا ببینیم که بازیکن البته چطور از این ضربه پنالتی استفاده میکنه. خب خود مبارک صالح پشت که قرار گرفته در یک ساعت عابد زده هست، شباس رو میزنه و توی دروازه. خب نتیجه 2-1 میشه. مبارک صالح الکواری زننده گل اول تیم البته. در برگشت بازیکن پیروزی صاحب توپ هستن و یه بار دیگه خطا. این بار هم داور مسابقه کارت زرد نمیده. پایان رفت به این ترتیب تعادلش رو از دست داد. چرای وقتی رو ملاحظه می‌فرمایید. او با دیوارهای دفاعی هماهنگ میکنه. این بار هم حمید استیلی پشت توپ قرار گرفته. دیوارهای دفاعی تیم البته هم شکل گرفته. فیزیک هم در کنار این دیوار که در واقع در کنار این دیواره دفاعی قرار گرفته. یک ضربه محکم این هم گل سوم تیم پیروزی با ضربه بهروز رهبری‌فر. پیروزی 3 البته 1. بهروز رهبری‌فر با یک ضربه محکم که از میان این دیواره دفاعی و از کنار دستان وقتی وارد دروازه میکنه. به گل متفاوت از تیم پیروزی. یک توپ با ارسال بلند که البته اون هم روی یک ضربه آزاد بود. گل دوم روی یک پاس عمقی و حالا یک گل هم روی یک ضربه آزاد. امیدواریم که باز هم شاهد گل‌های زیبایی از بازیکنه که کاویانپور، مجدداً امامی‌فر، حالا حلالی، امامی‌فر، حلالی میتونه ضربه بزنه. یه ضربه زیبا از حلالی و واکنش احمد وقتی در 2 مرحله توپ رو مهار کرد. خوب بود کار یاران پیروزی و ضربه حلالی هم خوب بود. کورنر رو از سمت چپ بزنه، کوتاه میزنه، بازیکن البته اشتباه میکنند و احمد وقتی توپ رو در اختیار میگیره و در اینجا هم سوت پایان نیمه اول به صدا در میاد و تیم پیروزی با گل‌های رأفت، امامی‌فر و رهبری‌فر در مقابل تکل مبارک صالح موفق میشه در نیمه اول تیم البته رو 3-1 شکست بده. من فرصت رو در اختیار همکار خوبم آقای فردوسی‌پور در پخش شبکه سوم قرار میدم. در آغاز نیمه دوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لحظات دیگر نیمه دوم این بازی آغاز خواهد شد. یه بار دیگه خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنم که در نیمه اول تیم پیروزی موفق شد 3-1 حریفش رو مغلوب بکنه. این گل سوم تیم پیروزی که به طور آهسته ملاحظه فرمودید که با ضربه زیبای بهروز رهبری‌فر گل سوم به دست اومد. در این نیمه بازیکن تیم پیروزی در سمت راست تصویر قرار دارند و بازیکن تیم البته با پیراهن‌های آبی رنگ در سمت چپ دیده میشن. خب به نظر میاد تغییر خاصی در ترکیب دو تیم به وجود نیامده و بازی پیگیری میشه. یک حمید استیلی متوقف میشه با خطای ترکی امان سالمی. علی کریمی هم در بین بازیکن حاضر در کنار میدان دیده میشه. حضور این بازیکن میتونه که
وضعیت بازی رو باز هم متحول بکنه، هرچند که تیم پیروزی هنوز تیم برتر زمین هست. خب ظاهراً مهدوی‌کیا نمیتونه توی بازی ادامه بده، شاید هم تا لحظات دیگر به بازی برگرده. در حال تا چند لحظه دیگه مشخص میشه که این بازیکن آیا قادر به ادامه بازی یا خیر، تا به این نظر که معالجه‌اش به طول کشیده. یه بار دیگه امامی‌فر توپ رو نگه می‌داره، فقط بزید در محوطه جریمه است. علی کریمی آماده میشه که به زمین بازی بیاد. خیرامانی توپ رو به بیرون زد. علی کریمی بازیکن ارزشمند فوتبال کشور اون هم آماده است که به زمین بازی بیاد. خب ببینیم که آیا ضربه کورنر زده خواهد شد یا خیر. تازه کمک‌آور الان می‌بینه که یه بازیکن کنار زمین قرار داره. خب کریمی به زمین مسابقه میاد به جای حاجی مهدوی‌کیا. ضربه کورنر رو میزنند و برمیگردونن با تیم پیروز این مسابقه در مقابل تیم برنده مسابقه تیم‌های النصر امارات و الزهرای عراق قرار میگیره. یه بار دیگه میفرستم به درون محوطه جریمه. فرصت برای بازیکن پیروزی توی دروازه. گل چهارم برای تیم پیروزی. پیروزی 4 البکر 1. علی کریمی برنده این گل. نگاه کنید اشتباه مدافع تیم البکر و حرکت به موقع علی کریمی که گل چهارم تیم پیروزی رو در دقیقه 28 از نیمه دوم میزنه. یه بار دیگه با هم ببینیم این ضربه دقیق و زیبای کریمی است که به گوشه دروازه رفت. خب حالا اختلاف سطح فوتبال ایران و قطر بیشتر مشخص میشه و نماینده فوتبال کشورمون تا به این لحظه مثل بازی رفت نتیجه خوبی رو گرفته. استیری حملات بازیکن البته هنوز ادامه داره در محوطه جریمه که آبدادی یک لحظه تو با دستش رها میشه و در برگشت مجددا کریمی پیروزی رو آغاز میکنه. خود کریمی نگاه میکنه به دنبال بازیکنی که توپ رو واگذار بکنه. در عرض خود کریمی در رفت و برگشت دوباره توپ رو میگیره. یک بار دیگه اون صحنه رو ببینیم که آبدادی چطور یک لحظه توپ گرفت. باز هم فرصت برای بازیکن پیروزی. حلالی در محوطه جریمه یه بازیکن رو فریب میده. فرصت برای حلالی. یه بار دیگه ضربه سر و اشتباه توپ تیرک دروازه. امامی‌فر بلند فرصت به تیر دروازه. سراج برنده گل پنجم تیم پیروزی. پیروزی جلو میفته. یه بازی پرگل و دیدنی و بازی خوب یاران پیروزی. بهرام سراج بازیکنی که فصل گذشته هم گل‌های زیادی برای تیمش کرد. تصویر رو نگاه میکنیم. در این بین تعویضی هم برای تیم البکر شکل میگیره و ابوبکر علی هم از زمین بیرون میره و جای خودش رو به جاز محمد احمد میده. تو گل پیاپی از کریمی و سراج حالا نتیجه رو 5-1 میکنه. یک پیروزی قاطع و بسیار خوب برای فوتبال کشورمون. حلالی برنده این ضربه است. بلند میفرسته. فرصت برای بازیکن پیروزی و سراج که این بار هم نمیتونه که از این توپ استفاده بکنه. خب دقیقه 4 از بحث‌های طرف شده هم در حال اتمام هست. برگی حسن و سوت پایان این مسابقه و پیروزی 5-1 تیم پیروزی در مقابل تیم البکر قطر و صعود
نماینده